به نام خداوند یکتا، خداوند بخشنده بی همتا، به نام خداوند دانا، خداوند قادر و توانا. سلام، رضا خزایی هستم، محقق و روانشناس ورزشی سایت مثبت خود. توی این فایل ویدیویی میخوام راجع به ترس صحبت کنم. هم ترس بحث ورزشیش و هم غیر ورزشی که توی زندگی شخصی و توی زندگی ورزشی برامون خیلی کاربرد داره. ما جامعه‌ای داریم که تلاش کرده یا آگاهانه یا ناآگاهانه که همیشه ما رو بترسونه. از چیزهای مختلف ما همیشه ترسیدیم. حالا یا والدین ما رو ترسوندن، یا مدرسه و دانشگاه ما رو ترسوندن، یا دولت‌ها و حکومت‌ها ما رو ترسوندن و همیشه ما با یه ترس‌هایی زندگی کردیم و بزرگ شدیم و همچنان با همین ترس‌ها داریم زندگی می‌کنیم. ما از این که یه غذایی رو نخوریم ما رو ترسوندن. اگه نخوری مریض میشی، یا اگه نخوری بدبخت میشی، یا بیچاره میشی، ها اگه اینو بخوری مریض میشی، یا اگه این کار رو انجام بدی یا ندی بدبخت میشی، بیچاره میشی، بیکار میشی. یعنی همیشه یه چیزی رو به ما گفتن که از روی ترس و از اهرم ترس استفاده کردن، تا اینکه بیایم بگیم که خب اگه میوه ها رو مصرف کنیم بدنمون سالم میشه. شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، اما درستش همینه و در ادامه مثال‌هایی براتون میزنم. ولی همیشه جامعه سعی کرده که ما رو بترسونه. والدین ما رو از این ترسوندن که اگه کنکور قبول نشی بیکار میشی، بدبخت میشی، بی پول میشی، بی حقوق میشی، کسی بهت اهمیت نمیده. یا اینکه اگه این غذا رو نخوری کوچیک میشی، یا اگه شیر نخوری، اگه گوشت نخوری کوچیک میشی، ضعیف میشی، میزننت. همیشه اینا رو به ما گفتن. یا توی مدرسه اگه درس نخونید بیکار میشید، اگه کنکور قبول نشید هیچی دیگه، یه کارگر مثلا فلان میشید، حمال میشید، این مدلی میشید. یعنی همیشه خواستن که ما رو بترسونن. یا حتی دولت ها، حکومت ها تلاش کردن که مردم رو بترسونن از اینکه اگه حرف ما رو گوش ندین، اگه اعتراض کنید، اگه این کار رو انجام ندید، اگه رأی ندید، اگه راهپیمایی نیاید، اگه فلان کار رو انجام ندید بیچاره میشید، بدبخت میشید. اگه آمریکا حمله کنه، اگه تحریم بشیم، اگه این مدلی بشیم، یا کنید دولت ها دارن ما رو میترسونن دیگه، که اگه بنزین گرون بشه، اگه فلان کار بشه، اگه. یعنی همیشه ما با ترس زندگی کردیم، بزرگ شدیم و الان هم خودمون داریم کارهایی رو انجام میدیم که بقیه رو بترسونیم. توی باشگاه ها هم همین حالت هستش. مربی میاد ما رو میترسونه، یا من مربی میرم ورزشکار رو میترسونم که ببین بدنسازی کار کن که نکنه توی مسابقه کم بیاری. آقا بدنسازی کار کنم که بدنم قوی بشه، سرعتم بالا بره، قدرتم بیشتر بشه. نه بدنسازی کار کنم که نکنه ببازم. ببین اگه تمرین نکنی میبازی ها. آقا تمرین کنم که ببرم، نه تمرین کنم که نبازم. اگه گاردت بالا نباشه، اگه سرویس خوبی نزنی، اگه شوت خوبی نزنی، اگه زیر خوبی نگیری، اگه سرعتت بالا نباشه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، یا شکست میخوری، یا آبروت میره. این ترسه گاهی اوقات از ما به ظاهر یه آدم موفق میسازه. آره، ما با وجود همون ترس میریم ثروتمند میشیم، میریم قهرمان میشیم، به ظاهر موفق میشیم، اما همچنان میترسیم. موفق شدیم میترسیم، نکنه، اگر، نکنه. همیشه اینو توی ذهنمون تکرار میکنیم. برای همین نمیتونیم ریسک کنیم، خلاق نیستیم. و اگه نگاه کنید توی جامعه امروزی خلاقیت خیلی کمتر شده. چرا؟ چون این ترسا وارد اینستاگرام شده و همه اینستاگرام دارن، همه فضای مجازی دارن و توی فضای مجازی خیلی راحت میتونن بترسونن. آقا یه موقع من مثلا 30 سال پیش، 50 سال پیش، خب یه موقع فقط کسایی میتونستن اطرافیان خودشون که ارتباط حضوری واقعی با هم داشتن میتونستن همدیگه رو بترسونن. اما بعدها تلفن اومد، خیلی سریع طرف زنگ میزد، بعد یعنی اونم زنگ میزد به آشنایان خودش زنگ میزد. بعدها موبایل اومد و بعدها فضای مجازی، دیگه خیلی راحت میتونیم دنیا رو بترسونیم.
و این ترس ها هیچ وقت اون واقعیت خودشو نداشته، همیشه واهی بوده، همیشه توهم بوده. ترسیدیم که نکنه اگه یه مبارزه‌ای ببازم آبروم بره و رفتم باختم، دیدم نه، آبروم هم نرفته، اما بازم تجربه کسب نکردم که آقا خب من باختم، واقعا آبروم رفت. آره خراب شد، خیلی خوب میشد که میبردم، اما یه سری نکات یاد گرفتم که آره من خودم ضعیف کار کردم، خودم تمرین نداشتم، خودم اشتباه کردم و هر چیزی. خب میشه تمرین میکنم، راه جبران هست. چیزی نیست که دیگه آبروم رفت، دیگه تموم شد، دیگه تا عمر دارم، تا قیام قیامت دیگه من بی آبرو شدم. نه، اون لحظه باختم. ما ترسیدیم که مثلا نکنه بیکار بشیم، نکنه منو اخراج کنن، نکنه بی پول بشیم. ترس از فقر، ترس از سرزنش، ترس از نگرانی، ترس از مسخره شدن. همیشه این ترس ها رو داشتیم و هیچ وقت یا مسخره نشدیم، یا سرزنش نشدیم، یا انتقاد نشنیدیم، یا اگرم شنیدیم خیلی تأثیر نداشته، اما بازم دوباره میترسیم. از یه شکست میترسیم، از یه رقیب میترسیم، از یه تهدید میترسیم و همچنان داریم میترسیم. از قیمت دلار میترسیم و دلار هم افزایش پیدا کرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ آقا گرونی شد، آقا چی شد؟ باشه گرونی شد، باشه قیمت ها افزایش پیدا کرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ مثلا چی شد؟ واقعا چی شد؟ آقا اگه قیمت دلار برسه 100,000، حالا مثلا 98,000 بود، 100,000 دیگه فاجعه میشه. خب از 100 هم عبور کرد. من بعضی موقع با بعضی دوستان شوخی میکنم، میگم جا داره بره بالا، بذار بره بالا، بذار بره بالا. میخواد چه اتفاقی بیفته؟ خوبه اگه نره بالا، خیلی خوبه. خوبه اگه بیاد 80,000، 70,000، 50,000، 10,000، اما بذار بره بالا. چرا من بترسم؟ چرا نگران باشم؟ از چی میترسم؟ از این میترسم که من چون خودم ضعیفم درجا میزنم، اون داره میره بالا و من از اون ضعیفترم. اگه از این میترسم، آره ترست منطقیه، چون تو ضعیفی، چون تو ترسویی. اما اگه روی خودم بیشتر کار میکنم، روی توانمندی خودم، روی مهارت خودم، روی تلاش خودم بیشتر کار میکنم، خودم رو ارتقا بدم، بذار اون بره بالا، بذار بره بالا. خب دست من که نیست. من میگم بذار بره بالا، نه، کارم با دلار ارتباطی داره، یعنی بگم اگه بره بالا من از این طرف ضرر نمیکنم. چرا؟ منم ضرر میکنم، اما روی مهارت خودم بیشتر دارم کار میکنم. واقعا انگیزه شده برام قیمت طلا اگه بره بالا. حداقل حالا من سنم کمه ها، ولی تجربه زیادی دارم. تجربه چندین و چند ساله من اینو نشون داده که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و هر اتفاقی هم بیفته هیچ اهمیتی نداره، مزخرفه. من قبل از اینکه این فایل رو آماده کنم رفتم یه تحقیق کردم. قیمت طلا توی سال 81 و 2، خدای چرا یادم رفت، حالا دیگه یادم رفت دیگه، حالا بچه ها خودشون بنویسن دیگه، خودتون الان که دارین ادیتو انجام میدید بنویسید، رقم درستش رو بنویسید. 81 و 2 بود، 10,000 بود، چرا یادم رفت نمیدونم، ولش کن. ولی از مثال های واقعی تری براتون میزنم. آره قیمت طلا اون موقع این رقم بود. آقا اگه این برسه 12,000 خیلی خطرناک میشه. این اتفاقات میافتاد. مثال های واقعی تری که بخوام براتون بزنم، سال 96 داداشم ازدواج کرد و اومد گفت که وای قیمت طلا شده 118,000، گرون شده 96، حالا 395 96 میگم نه 295 96، چون طبیعیش اینه که باید سال 1295 10,000 میشد و الان بعد از 6-7 سال به 7-8 میلیون رسیده. ولی خب دیگه اتفاقیه که افتاده و دست ما نیست. آره قیمت طلا 118,000 بود. البته داداشم از من کوچیک‌تره ولی خب دیگه زودترم ازدواج کرد، حالا دیگه دلیل خودشو داشته. بعد اومد گفت که وای طلا گرون شده، این اتفاق افتاده، سکه گرون شده. چی شده؟ حالا مثلا از قیمت 107-8 هزار اینا یه 7-8 هزاری 10,000 بالاتر رفته.
خب ازدواج کرد، تمام شد. سال 97 من ازدواج کردم و قیمت طلا چند شد؟ 400,000 شد. سال 94 97 400,000 شد. 4 برابر شد. 4 برابر. منم ازدواج کردم. شاید سخت بود دیگه، واقعا سخت بود، ولی منم ازدواج کردم. یعنی دقیقا میگم 4 برابر شد. هزینه ازدواجمونم 4 برابر بود. یعنی مال من با داداشم 4 برابر بود. و حالا دیگه وارد خصوصیات زندگی خصوصی خودم شدم دیگه. حتی اون مبلغی هم که در اومد مال من خیلی کمتر شد، چون هزینه ها بالا رفته بود، اما اون هدیه‌ای که میدادن خیلی کمتر شد. حالا و کلی دیگه ضرر شد دیگه و حساب اینم کرده بود. خب شد 400,000. زیاده، آره زیاده. سال بعدش 2 سال بعدش 1 میلیون شد و بعد 2 میلیون شد و 1-2 سال تقریبا ثابت شد و به 3 میلیون رسید و توی چند ماه به 8 میلیون رسید. خب الان توی 8 میلیون هستیم. الان اگه به 10 میلیون برسه چی؟ دلار هم همین داستانو داشت. 300 تومن بود به 800 رسید، از 800 به 1000 رسید، به 3000 رسید و حالا یه ثباتایی داشته. اما ما همچنان ترسیدیم و نسل بعدیمون هم میترسونیم و نسل بعدی هم چون ترسو بار میاد به نسل بعدی انتقال میده. دولت ها به ما انتقال میدن، ما به دولت ها انتقال میدیم. دولت ما رو میترسونه از گرسنگی، از فقر. با آمریکا ارتباط برقرار کنیم. نکنه. اگر خیلیاتون شاید الان مخالف باشید، خب اگه با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم چی؟ من میگم روی خودمون کار کنیم که آمریکا هم بیاد با ما ارتباط برقرار کنه، یعنی ما وابسته نباشیم. حالا من دیگه دارم وارد سیاسی میشم، ولی میخوام بگم که منی که والدین هستم، منی که مربی هستم، منی که ورزشکار هستم و ممکنه مسابقاتی شرکت کنم که با دلار و با این سری چیزا سر و کار دارم، تحت تأثیر اینا قرار نگیرم که ترسو باشم، با ترس برم تمرین کنم. چون من همین الان ورزشکار سراغ دارم که آقا قیمت دلار بالا رفته و من نمیتونم مسابقات خارج از کشور شرکت کنم و الان چجوری برم ورزش کنم؟ مکمل ها گرون شدن، نمیدونم تجهیزات گرون شدن، من چجوری به ورزشم ادامه بدم؟ من فقط میخوام بگم که اول نترس، بعد به کارت ادامه بده. تو با فکر ترس میری تمرین میکنی، همزمان که آمادگیت داره میره بالا، ترست هم باهاش داره میاد بالا و تو همچنان داری میترسی. آماده میشی اما همچنان داری میترسی. به چه دردی میخوره یه قهرمان ترسو، یه آماده ترسو؟ و متاسفانه دارم میبینم که توی فضای مجازی بعضی از ورزشکاران که به قول خودشون کلی قهرمانی به دست آوردن، انگار میخوان صدای مردم باشن. نمیدونم میخوان برای مردم خودشیرینی کنن یا صدای مردم باشن یا به مردم کمک کنن، یا بهتر باشه اینو بگم که نمک روی زخم مردم میپاشن که دلار مثلا $1 104,000. خب یعنی چی؟ منظورت چیه؟ میخوای مثلا به مردم نشون بدی که مردم من با شما هستم؟ تو داری به مردم یه جورایی داری خیانت میکنی، یه جورایی داری درد مردم رو بیشتر میکنی، چون مردم خیلی هاشون از تو پایین ترن، میان میگن بابا این خودش قهرمان، اینجوری داره میناله، پس منی که کارگرم، منی که چه میدونم کارمند ساده‌ای هستم، منی که یه شغلی دارم که به زور درآمد خودم رو میدم، منی که کلی قسط و قرض و اینا دارم، پس من چجوری میخوام زندگی کنم؟ پس من بدبخت‌ترم، پس من بیچاره ترم. اونها اینجوری دارن قضاوت میکنن. امیدوارم که اینو ببینن. چرا داری این کارو انجام میدی؟ من دارم از دولت حمایت میکنم؟ نه، مزخرف. چرا گذاشته این اتفاق بیفته؟ نباید اجازه میداد این اتفاق میافتاد، ولی افتاده. من شخص خودم نباید چیکار کنم؟ برای خودم، برای خانواده خودم، برای اطرافیان خودم. من فقط میتونم روی مهارت خودم بیشتر کار کنم، من میتونم روی کسب و کار خودم بیشتر کار کنم، یا من ورزشکار روی تمرین خودم باید بیشتر کار کنم، من دانشجو باید روی مطالعات خودم بیشتر کار کنم. و واقعیتش همینه. ولی باز هم ما میترسیم. اصلا یه چیزی بهتون بگم که دولت ها دوست دارن که مردم از دولت بترسن. اون دیکتاتورها،
اون کسایی که مثلا هیتلر، مثلا صدام، مثلا این کسایی که دیکتاتور بودن، کسایی بودن که همیشه دوست داشتن که مردم ازشون بترسن. برای چی؟ برای اینکه انقلاب نکنن. برای چی؟ برای اینکه هیچی نگن، حرف نزنن، بپذیرن، شرایط سخت رو بپذیرن. اونا خودشون ترسو بودن، دیکتاتور بودن اما ترسو بودن. شما بیاین همین دیکتاتورها رو با یه سری رهبران مقایسه کنید. مثلا با گاندی مقایسه کنید. آیا گاندی ترسو بود یا هیتلر؟ آیا گاندی ترسو بود؟ آیا ماندلا ترسو بود یا مثلا قذافی؟ بعد وقتی میرید زندگی اونا رو نگاه میکنی، میبینی یه زندگی ساده دارن، اونایی که نترس هستن، چون از چیزی نمیترسن. اما اونایی که دیکتاتور هستن، کلی نگهبان دارن، کلی خونه های آنچنانی، پناهگاه های آنچنانی، اما اینا خیلی ساده دارن زندگی میکنن، چون اینا نمیترسن، از چیزی نمیترسن، از کسی نمیترسن. و ما نباید بترسیم. حالا بعضی شاید موضع هایی داشته باشن، اما واقعیتیه که هستش. حتی امام خمینی، ببینید، از کسی ترسی نداشت که مثلا حالا تبعید شده این کشور، تبعید شده یک کشور دیگه، برگشت ایران، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ببین، میگم بعضی شاید موضع داشته باشن. من از این بابت دارم نگاه میکنم که ایشان شجاع بودن، نه ترس بودن، از چیزی نمیترسیدن، از کسی نمیترسیدن. اما الان خیلی از سران ما میترسن. من روانشناس ورزشی ام، شاید خیلی نیازی نباشه راجع به این موضوعات صحبت کنم، اما چیزی که میخوام بگم، یعنی گفتن همین حرفم شجاعت میخواد الان دیگه، الان خودش شجاعت میخواد دیگه. خیلی ها ممکنه انتقاد کنن، خیلی ها ممکنه حرفایی بزنن، اما حرف خودمو میزنم. چرا بترسم؟ از کی بترسم؟ از یه انتقاد کنید، انتقاد دارید، انتقاد کنید، موردی نیست. اما نترسیم، از خیلی شرایط نترسیم، از اینکه تهدیدمون کنن، از اینکه بگن تو رو خط میزنم، از اینکه ارتباطی با رئیس فدراسیون نداشته باشم، از اینکه از لحاظ مالی در سطح بالایی نباشم، در حالی که رقیبام در سطح بالایی از شرایط مالی هستن. از پارتی بازی نترسم. این ترس منو ضعیفتر میکنه، منو محدودتر میکنه و نمیذاره من تمرین کنم و در همون طبقه پایین جامعه میمونم. برای همین میگم دولت ها دوست دارن که مردم ترسو باشن و ترسوها دوست دارن کسایی صاحب دولت باشن که اونام ترسو باشن. این ترسوها با هم هماهنگ ترن، با هم همراه ترن. پس ما باید تلاش کنیم که از این ترس ها عبور کنیم. اصلا هر چیزی که ما رو ترسوند، من باید بهش حمله کنم. اصلا ترس ها هستن که منو شجاعتر میکنن. از هر چیزی که میترسم باید بهش حمله کنم که اون طرف اون ترسه شجاعت به دست میاد، شهامت به دست میاد، جسارت به دست میاد.